سلام علیکم و رحمت الله و برکات. دوستان عزیزان و نفرهایی که ما رو در شبکه فیسبوک تماشا میکنند و این ویدیو من برای چی بود؟ برای اون بود که این رژیم خودکامه دیکتاتوری رحمانوف مردم را از سالهای 90 میترساند و امروز خودش یعنی که از سالهای 90 حتی گذرانده است. یعنی که اگر که ما در سال 90 یعنی که جنگ‌های شهروندی را حساب کنیم، در اون سال تقریبا 150,000 با قول خودشون 150,000 نفر چکار کردن؟ قتل کردن. و امروز ما حساب کنیم در طول 10 سال اخیر اینها زیاده از 150,000 آدم یعنی که بدون جنگ چکار کردن؟ قتل کردن. و دیروز شنیدیم که یک چند زندانی را زهر دادن، کشتن و حتی نمیدونم اینها گویا که نان خوردن. این یک بگیم که فرمایشی است. این فرمایشی است یعنی که همون نان ها بودن، خلیب ها بودن، به قول خودشون زهر دادن، زیاده از 14 نفر به قتل رساندن و یک 2 ماه پیش تقریبا از 30 نفر قتل کرده بودن. سال گذشته سال 2018 زیاده نمیدونم 50 کس 100 کس بود در خوجنگ کشتن، در زندان خوجنگ کشته بودن. خب امروز ها یعنی که رژیم خودکامه رحمانوف بدون جنگ یعنی چکار کرده است؟ مردم را قتل کرده است. و چی گفتنیم؟ و اونهایی که و والدان اونهایی که نفرهایی که در این حادثه یعنی که قتل شدن از جانب رژیم خودکامه رحمانوف به خویش تبار و نزدیکان آنها تعزیت تسلیت بیان میکنم و صبر جمیل خواهانم. و این دیکتاتورها در زمانهای پیش هم بدن به این کاراشون دست داشتن، به این قاتلان حتی در زمان رسول خدا صلی الله علیه و سلم بدن، حتی رسول خدا را زهر داده بودن این قاتلان، حتی نبیره اونها را حضرت امام حسن رضی الله عنه تاج باز هم زهر داده بودن، به قتل رساندن. خب امام اعظم، حتی امامی که امروز ما مردم تاجیک فخر میکنیم یعنی امام اعظم با نام ابو حنیفه مشهور است، ما فخر میکنیم، حتی از دست همین ظالمان چیکار کرد؟ در زندان زهر داده شد و از دست این ظالمان قتل کرده شد. و این ظالمان تا هنوز اصل 21 یعنی که اصل جدیدنده باز همین کارو را چکار کرده ایسان؟ ادامه داده ایسان. و باقی در امان خدا باشید. برادران عزیز در این قضیه بی‌طرف نباشید، سر صدا کنید و امروز اون نفرها را قتل کن. فردا بدونه که در جای اونها شاید فرزندهای شما را یا که برادرهای شما را یا یک نفر ما و شما را برند در این حادثه بدون یگان چی پسش قتل کنه. و اون نفرانی که در این قتل، در این کشتارها دست دارند و مطمئن هستم که شما در آینده به جوابگری کشیده میشوید. و اون نفرهایی که در سر حاکمیت هستند، چه کمیته امنیت، چه یتیموف باشد، چه عمروف باشد، کدامت باشه، تا خود رحمانوف در این نزدی ملت جواب خواهد داد. و باقی در امان خدا. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.